عزیز، امروز مامانم سینی فر آورده تو اتاق من، چون یادش رفته ته سینی رو روغن بذاره بکشه، یعنی ته سینی رو. بنابراین من این آوردم که اینجا سروش کنیم. اینم ادامه دسرامونه، یعنی پس غذامونه، پیش غذا. امانی بیشو چه اگه؟ سبزی همراه با غذا. نه بیشو یه چیزی موقع غذا خوردن، یعنی یه چیزی دارچین غذا. دارچین غذا. این هم دارچین غذامونه. برنج چون که گرون شده نتونستیم بخریم، ولی نمک داریم. داخلش هم با سبزی ماهی پاک کرده بود. میخواست مثل فری اماراتی روشو فلفل دلمه بذاره، ولی چون آلزایمر گرفته یادش رفته. اشکال نداره. ماهی تو بخور ببین خوشمزه. خوشه ماهی چه بخور؟ بی ماهی میگن ماهی کبابی. شکمش رو پر کردیم. بشو که چون مامانم میرزید چیزی بار میگم. اینم دارچینمونه، سبزی تازه همراه خرمای تازه. خرمامون یه ذره مونده است ولی تازه است. ولی ببینید تازگی رو نگاه کنید. ماهیمون نگاه چقدر تازه است. نکن تازه است. یه حفیظه چقدر گوشتیشه. ببینید تازه است. حالا تو بخور ببین خوشمزه. مامانم اینقدر از این ماهی خوش اومده که میخواد حتی استخوناش هم بخوره، اما من اینجا بهش اجازه نمیدم.